میخوام یه سوالی ازت بکنم. اینکه تا حالا چند دفعه گفتی بذار اعتماد به نفسم بیشتر بشه، بعد اقدام میکنم، بعد اون تصمیمی که دارم رو انجام میدم. مثلا فرض کن گفتی بذار اعتماد به نفسم بیشتر بشه، بعد میرم زبان میخونم. بذار اعتماد به نفسم بیشتر بشه، بعد میرم مثلا اون تولید محتوا رو شروع میکنم و هزار تا کار مشابه این. تا حالا چقدر به ذهنت رسیده که شرط این که بتونی یک کاری رو خوب و موفق انجام بدی اینه که اعتماد به نفس نداشتی؟ خب ببین، میخوام بهت بگم که اگر این تفکر اشتباه باشه، حتی 1% هم، تصور کنی که این مسیری که به ذهنت میرسه مسیر درستی نباشه، اون وقت چی میشه؟ یعنی فرض بگیر که چقدر زمان لازم داری برای اینکه به این نتیجه برسی که حالا الان اعتماد به نفس کافی دارم و حالا میرم اون کار رو شروع میکنم. یه مثال خیلی سادهش تو زندگی ما اینه که بچه ها وقتی به دنیا میان اولش راه رفتن و بلد نیستن و تجربه میکنن، زمین میخورن، بلند میشن، شکست میخورن، دوباره 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 و کم کم یاد میگیرن تعادلشون رو حفظ کنن، کم کم یاد میگیرن قدم بردارن و دیگه راه رفتن یاد میگیرن، حتی دویدن و حتی اقدام به ورزش هایی میکنن که شاید روز اول اصلا تصورش هم نمیکردن و اصلا یه قهرمان خیلی بزرگ میشن تو اون ورزش. خب ببین، اگر که این درست باشه، برای اینکه ما بتونیم اعتماد به نفسمون رو تکمیل کنیم لازمه که اقدام کنیم، لازمه که تجربه کنیم، شکست هم بخوریم. بله درسته، واقعا لازمه که هر کاری رو اول اقدام به تجربهش بکنی، بعدش هم که شکستش رو به جون بخری. یعنی نگران از شکست خوردن نباشی، ترس از شکست خوردن نداشته باشی و حتما اگر که یک تجربه ای رو به عنوان تجربه اول انجام بدی، تجربه یعنی نتیجه مطلوبی نداره و خب تو ممکنه که توی اون فضا قضاوت هم بشی، یعنی دیگران بگن نتونست، یا اینم مثل بقیه کارا موفق نبود و هزار تا از این چیزا که هممون تجربه کردیم دیگه. میخوام بهت بگم که شاید تا الان که فکر میکردی اعتماد به نفس شرط شروع کردنه، شاید شروع کردن شرط رسیدن به اعتماد به نفس باشه. یه ذره به این موضوع دوست دارم بهتر فکر کنی. یعنی بیای ببینی که تا حالا چقدر روی اون تجربه کردنه، روی اینکه از ترس‌های اون تجربه کردنه عبور کنی و نگران قضاوت شدن نباشی، وقت گذاشتی، تمرکز کردی، ادامه دادی و بارها و بارها هم آسیبشو دیدی. چند بار اینو تجربه کردی و امروز که الان مثلا یه مقداری حس ناکافی بودن، حس ناکارآمد بودن، ناکامی رو تجربه کردی، فکر میکنی بازم اون روحیه تجربه گری رو داری و دوست داری دوباره اقدام کنی، یا دیگه مثلا گذاشتی برای یه روزی که همه چی اوکی باشه، همه چی اون ایدئال های ذهن تو رو داشته باشه، بعد تازه شروع بکنی؟ خب شاید اصلا هیچ وقت اون روز نیاد. به این حرف من خوب فکر کن. دوست دارم بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم و بتونیم ذهنمون رو شفاف کنیم، یعنی سوال های ذهنمون رو با عمل، با نتایج برآورد کنیم، روش بتونیم کار کنیم، روش بتونیم نتیجه گرا پیش بریم. منظورم متوجه میشی؟ امیدوارم این صحبتمون امروز به دردت بخوره. موفق باشی.